طریقه درست پست کردن ویدیو در تیک تاک. بریم مرحله به مرحله انجام بدیم که چگونه یک ویدیو را در تیک تاک بگذاریم، از کدام هشتگ ها استفاده کنیم، چگونه کاور برش انتخاب کنیم، کدام آپشن ها را فعال کنیم و کدام آپشن ها را غیر فعال کنیم. بریم با هم یک جای انجامش میتیم. در این قسمت ما میریم تیک تاک خود باز میکنیم و روی از این علامه مثبت، روی همین خط سفید که علامه مثبت است، روی از کلیک میکنیم و در این قسمت ما میخوایم ویدیو بگذاریم. از این ثانیه ها استفاده میکنیم، ما بلندترین ثانیهش استفاده میکنیم. نیکست میزنیم. آیا میشود ریموت تلویزیون بازم نیکست میزنیم و در این قسمت ما باید از هشتگ های مناسب برای ویدیو خود استفاده کنیم. ما چون از افغانستان پست میکنیم، بیشتر بیننده میخوایم از افغانستان باشه، نوشته میکنیم یک هشتگ که مثلا هزاره، ازبک، تاجیک باشه. در این قسمت ادیت کاور روی از انتخاب میکنیم. میایم در این قسمت روی به خاطر می موضوعی که ویدیوی ما هست میریم یک کاور از ما درباره ریموت تلویزیون که در خانه چه قسمی درست کنیم است و از این قسمت ما خود ما میتونیم کاور اگر درست نداشتیم از این قسمت ما آماده کنیم بسیار براحتی. در این قسمت ما باید مور آپشن روی از گزینه میاییم. ما باید اینی میبینید که دو تا بالایی آن است و این سومی و دو تا آخری. پست میزنیم که ویدیوی ما پست شود.